در جنگ بین روسیه و اوکراین تاجیکان دارای شهروندی روسیه هم اشتراک دارند. از اول جنگ تا امروز 100 نفر کشته و مجروح گردیدند. متاسفانه در بین این افراد هموطنان ما نیز هستند. محمد علی عبداللهیف ساکن دهه اتفاق جماعت دهات زال زر نویه جلال الدین بلخی در جنگ روسیه و اوکراین اشتراک میکرد. متاسفانه خبر مرگ او الکی به نزدیکانش رسانیده شد. او هنوز اویله‌دار نبوده است. یک منبع از جماعت دهات زال زر نویه جلال الدین بلخی به پرس تیجی گفت که جسد او را امروز یا فردا از طریق فرودگاه ولایت چلیابینسک به تاجیکستان انتقال میدهند. حال حجت‌هایش را درست کرده ایستادند و انیق گفته نمیتوانیم که کی در تاجیکستان میشود. نزدیکانش گفتند که اگر حجت‌ها درست شود امروز یا فردا به وطن پرواز میکند. در یک تماس تلفنی روزمت سیاحکوف رهبر دستگاه رئیس نویه جلال الدین بلخی گفت که ما در این باره تا حال خبر نداریم. هنوز کسی ما را خبردار نکرده است. همین سحر مجلس بود، کسی از چنین حادثه سخن نکرد. در همین حال غلامجان ولیزاده رئیس جماعت دهات زال زر نویه جلال الدین بلخی گفت که ما از این حادثه خبر داریم. محمد علی عبداللهیف در جنگ روسیه و اوکراین به هلاکت رسیده است. او بیشتر در روسیه زندگی میکرد. قریب که در همانجا به وای رسیده است. مادرش از پدرش جدا شده بود. مسئله انتقال جسد به تاجیکستان هنوز حل نشده است.